ساتور تورسون قصه سنگ در بغل به طوفان. درود شنونده های عزیز، به توجه شما قصه سنگ در بغل به طوفان از نویسنده خلقی تاجیکستان ساتور تورسون از سلسله خوانش بدیعی. آغاز گفتار دوم. به سوی شپنگ پستک که در زیر وی در روی پخال قفس هر دو سگش حالا غنچه شده میخوابیدند یک چشم دوانده رشاد آهسته قدم برداشت و از دری قوره برآمده پله آن را گشته پوشید. غلقه‌اش را نیز گذرانده کنده ها را علل احتیاط به پشتش باز تکیه گذاشت. بعد قدر خاطر جمع رو به کلبه آورد. باد مخالف به دید او وهم انداخته همچنان تند و تیز میوزید شورش میکرد. به نظر چنین مینمود که هرگز جای ایست نیافته سرش را نمیداند به کدام سنگ زند. از این سبب خود را از یک طرف به طرف دیگر میانداخت. ذره های بیشمار برف را به چپ و راست پاش میداد، با ستیز پیچ و تاب میخورد. آسمان گویا به زمین پیوسته، در چشم آمیخته به تومنی سفید بلکه نقرگون میرسید. و رشاد در این محیطی که بر ضد چی یا کی باشد 2 شب و 2 روز باز سخت عصیان میکرد. خود را به قوره و کلبه و رمه و سگانش تنها، لاعلاج و حتی یک وجودی اصلا نادرکار میپنداشت. خاریش میآمد. بگذار لحظه، اما خیالاً تن میداد که حقیر است او، در حیات ناتوان است، ندارد یگان تکیه‌گاه. اگر کسی حامیش می بود در دست تیاق امروز از پی چند میشی ریخین در دشت و دمن کشاله شده نمیگشت. گرما و سرما نگفته جانش را اینقدر به جبار نمیداد. کسب و کاری به خودش موافق یافته 2 روزه راحتش را غنیمت میدانست. اینک چی جای تأسف که اصلاً شوربخت بوده است. از پشتش بدامی باد سرد راه گشاده وی به کلبه آمد و تا امکان داشت در را محکم پوشید. سگش که حالا هم در پایگاه کلوله شده میخوابید یقین از تأثیر نفس تیزی بوران یک لرزیده ارنگ سر بالا کرد و صاحبش را دیده گویا با خاطری جمع از نو چشم پوشید. بخواب عزیزم بخواب، 1/2 ساعت نگذشته من به تو اطاله پخته میدهم. سگ شنید یا نشنید در هر صورت از جای نجنبید. رشاد تیاقش را در پایگاه مانده پیشتر رفت و کمان را هم در پهلوی خورجین علا و میخ دیوار آویخته مدت خیال‌آمیز راست ایستاد. بعد ستیل خالی را برداشته باز بیرون برآمد و آن را زود پوری برف کرده آورد. دستانش را تا خشک شدن به لطه مالید و لحظه از نو به خیال رفته پوستینش را از تن کشید. اندک خاکستری آتشدان را به یک خلطه 100 دربه انداخته در پیشی در گذاشت. از آنجا از درزه هیزم چند شاخه ارچه گرفته و در سری زانویش قرص شکسته به آتشدان پرتافت. از تکش پیش در گران مانده آهسته گیر زد. فرصتی نگذشته کلبه نیم تاریک در پرتوی علنگه گلخن روشن گردید. رشاد دستانش را در بالای علو تا بند و بغمهایش گشاده شدن گرم کرده ستیل را به میان آتشدان گذاشت و از جای خسته
از بون دیوار انتخاباً یکی از کدوها را گرفت که پر از آرد آمیخته به سبوسی درشت بود. آن را در پهلویش مانده گشته بر روی پوستک نشست. هیزم ارچه نخ سوخته چسر صدا می برآورد. به گرد ستیل که برفش حالا فشاس می زد، زبانه های تیز آتش می چسبیدند. کلبه سنگین آهسته آهسته گرم می شد. رشاد هوش و یادش باز به صابیر پیوسته بسط کوی دکه خورده سر بر روی زانو آن گذاشت. صحت سلامت باشد که های بینایی. لیکن اگر در این طوفان راه گرفته بدان یگان فلاکت پیچد، حیفی جوان مرد. کاش که کمان می داشت وی، کاش که خرش به قوت می بود، کاش که پروردگار خودی او را نیز از دست و بازوانی توانا بی نصیب نمی کرد. اینک برف درون ستیل آب شده کم کم بوغ می برآورد. رشاد سر برداشت و به جانب سگ بیمار که چی طوری بود همان طور ناجنبان می خوابید به شفقت یک نظر افکنده کدو را پیشتر کشید. از آن 2-3 کف آرد سیاهی سبوسدار گرفته به ستیل انداخت و درون ستیل را با کفلچ چوبین که دستش نیم سوخته بود مدت کاوش داده آب و آرد را خوب به هم آمیخت. بعد باز آرد انداخت، باز کفلش زد و این کارش را چند بار تکرار نموده به ستیل قدر نمک نیز پرداخت. پس دیگر به آن مشغول نشده از غلاف چرمین شلشله‌دار که به میان بندش از بالای نیمتنه آویزان بود کاردش را بیرون آورد. گویا به اختیار دمی فولادین وی را به نظر گذرانده به پشت ناخونش سنجید. همان تیز است میراث پدر، در پرتوی آتش خوش جلا می دهد، چشم می رباید. با وجود این رشاد یقین برای وقتش را کور کردن بدمی کارد مدت قیراق زد. ملایم قیراق زد. دوباره به پشت ناخونی سرانگشت خود سنجید و گرد و چنگش را با لطه گرفته آن را قناعتمند گشته به غلاف گذاشت. اطاله به جوش آمد. رشاد با کفلیس کافته دید که هنوز تنک است. باز 2-3 کف آرد انداخت، باز کاوش داد. بعدی که وی 10-15 دقیقه جوشیده نهایت تیار شد، ستیل را از میان آتشدان گرفته یک طرف ماند. به گلخند چند شاخ هیزم دیگر پرداخت و گوشک‌های تلپکش را برداشته در بالای پوستک دراز کشید. به روزن نگریست. حالا از آنجا ذره‌های برف نمی‌ریختند. در روی بام و دهان روزن باد غواص زده شراره‌های علنگه آتش را که رقصان بالا می‌خواستند فی الفور بدن خود کشیده می‌برد. رشاد پهلو گشت. بدنش راحت یافته به پیلکی چشمانش گرمی پیچیده در پیش علو غنبش می‌آمد. اما وی آن را می‌گریزاند. بگذار فارم باشد، بسیار شیرین باشد، حالا وقت خواب نیست. سر اول شکم سگ‌ها را سیر کردن لازم. از این رو انتظار است که اطاله کی اندکی خنک می شود. بله، رشاد قبل از همه نه فقط غم رمه بلکه غم پاسبان‌های بی‌زبان آن را نیز باید خورد. نامش چوپان، اگر راحت خود را مقدم دانسته از احوال سگانش که طبیعتاً چه خصلتی داشته باشند شب و روز در خدمتند یگان ساعت بیخبر ماند آدم نیست وی. یک مخلوق بی‌رحم و بی ایمان است و بس. رشاد باز پهلو گشته رو به گلخن آورد و حس کرد که از طرف آن پیشانی و گونه‌هایش می‌تفسند، سرخ می‌شوند. کاش از غم دنیا فارغ می بود و تا به دلش زدن در همین جا
در بیستری بگذار بدبوی همین کلبه سنگینی حالا گرم و گوارا به خواب راحت میرفت. آنگاه نوله باد زمستان هرگیز غشش را نمی آورد، خاطرش را نیز پریشان نمی کرد، بلکه الله می گفت او را. لیکن چی علاج که رشاد از بند و قید تشویش های زندگی آزاد نیست. خوش و یادش هم بی سر و بی پا. عموماً علم های کهنه‌اش به جای تدریجاً فرو نشستن، برعکس در ظرف 2-3 سال اخیر بیشتر بالا گرفته، بعضاً تا مغز استخوان‌هایش کار می‌کند. حالا نیز به مانند دیروز و پریروز وی در دام چنین وضع ناخوش قرار دارد. دلش را سیاهی پخش نموده، سری کلابه‌اش را نمی‌یابد. خود به خود غضبش می‌آید. می‌خواهد به گوشه خزیده رویش را به خاک و لای مالیده با تمام آواز داد بگوید، فریاد کشد. خلاصه بدبخت کرد او را رحیم اکبر. به نیم آدم مبدل ساخت. نیم آدم هم گپ، یک جسدی گویا بیجان است رشاد. یک قالبی که از درون آن بغیر از زهر دشمنی، کینه و کدورت و قصد انتقام دیگر حسی انسانی اصلا یافت نمی شود. به هر حال وی هستی خود را گاه به چنین رنگ نفرت آور می بیند. با وجود درد و علم دلخراش زود می کشد که شیطان را هی زند، از سان آدم نبراید، با صبر و تمکین باشد. در عین زمان نیز رشاد کولی خیالهای باطل را می خواست از سرش دور انداخته آسوده نفس گیرد، خاطرش را جمع دارد. ولی این به مثل آن که بعضا دست میداد حالا میسر نمیشد به او. سببش در طوفان و احوال رمه بود مگر، یا در علقدگی وابسته از صابیر غضبش بدتر جوشیده در پوست خود نمی‌گنجید. اگرچه از راه‌های دری فرسوده نفسی سردی بوران سر می‌خلاند، گرمی کلبه نمی‌شکست. آتش در مابین یک ذیل زبانه زده حتی بیشتر می‌تفساند آن را. سگ‌ها گرسنه ماندند. بی‌طاقتانه از دل گذراند رشاد. پس زود از جای خیست، دست به ستیل برده عطاله را شیرگرم و عینی مدعا دریافت. بباک ها بباک. سگ سرفیده چشم گشاد. از سری پیلک های بیمیجهش همچنان آب می رفت. کو بخیز. وی نجنبید، فقط پس مینگاز زد. خیسته نمی توانی؟ بیچاره. جانور باز کنده سرفید. می توانی؟ خیسته می توانی و خوشت نمی آید. رشاد ستیل را گرفته به یلاقی وی طالبش عطاله ریخت. بخور، کیف کرده خور، آش شود. سگ کمی پیشتر غیجیده سری هر دو زانو فوکش را به یلاق برد که از آن یک بوق سبوک برخاسته در نفس باد به بیچتاب می آمد. رشاد پوستینش را پوشید و دوباره گوشک های تلپکش را فراورده علل احتیاط کمان را نیز به کتف انداخت و از پله خورجینی در میخ آویزان 4 کمه برآورد. پروا نکن ببار، من زود بر میگردم. سگ که چلب عطاله میخورد سر نبرداشت. نمیشنوی؟ البته هست نه، گرسنه ماندم. رشاد این را گفت و کمه ها را در بغل با لبخند ستیل را به دست دیگرش گرفت و در را با نوک پای گشاده بیرون برآمد. هنگامی که به سگ‌ها خوراک داده ستیل را در برف شسته خاطرش اندک جمع به کلبه برگشت. بیباک نیست زیادتری عطاله را خورده در جایش باز کلوله شده میخوابید. سرقد کردی کو؟ از گلویت نگذشت چی؟ سگ چشم نکشاد، حتی نجنبید. خیر اختیارت. وی ستیل را در پیش قطار کدوها مانده، کمان را به میخ خودش آویخت، پوستین را از تن کشید، گوشک های تلپکش را از نو بالا کرد و کفی دستانی هنوز ترش را فرصتی در آتش داشته و به هم ساویده دوباره به سگ نزدیک شد. بباک ها بباک. این دفعه نیز جانور نجنبید. رشاد به زانو نشسته سری وی را ملایم سیله کرد. میگویی که مزه‌ات نیست؟ بباک سرفید. بعد
دردمندانه ناله زد. هیچ گپ نه، خدا خواهد شفا میابی. اسب بر این به قوت میشوی. دیگر به یادت نمی آید که زمان سخت بیمار بودی. بله، همش میگذرد. جانور خیال چشم گشاده دستی او را لیسید. باور کن که من راست میگویم. از دیدگان سگ رشته رشته آب میرفت. نامید شیطان بباک. رشاد سر و گردن کم موی وی را باز کمی خارید. با یک عالم مهر و شفقت مالید. بعد آهسته برخاسته از بالای پوستک در جای خودش در پیش آتشدان نشست. در بیرون به سری دشت و دمنی پربرف چادری تاریک شامگاه فرود می آمد. تندباد همچنان از دمش نمی گشت. با وجود آن که گلخن هنوز کم کم زبانه داشت، فضای کلبه تا رفت تیره می شد. رشاد باز از جایش خیست و از میخی بری دیوار فانوس را گرفته درگراند. قمغان را در بالای آتش ماند. بعدی که آبش جوشید، حتی دست نشسته به آن یک کف چای خشک انداخته دسترخوان گشاد. وی خواهم نخواهم نان می‌خواهید، گوشت یخنی می‌خورد، چای می‌نوشید و خیالش غیر اختیار به کجاها سرخلانده همواره به گلخن می‌نگریست. گمانش که وقت نهایت سست می‌گذشت، بلکه در یک جا قرار داشت. یا به نظرش چنین می‌تابد. دلی غمناک او بیشتر تنگی کرده و مانند ساعت قبل از این دیگر خوابش نیز نمی آید. جانش در بدنش نگنجیده می خواهد بیرون رود. سر به صحرا زده بدود، بیفته، بخیزد و تا می تواند باز تا دوری ها بدود و عاقبت بی حال و مدار شده نقش زمین گردد. از غم و غصه دنیا رسته به یک بار راحت یابد. رشاد نان خورد، گوشت خورد، از کاسه چوبین چای نوشید. پا را گشته به جایشان پرتافته، پوستینش را از نو به کیف انداخت و از در بیرون شده از پشت کلبه یک بغل هیزمی بندی دست بر این قفس آورد. 4-5 تاش را از تکشان شبه مانده بر روی آتش گذاشت. برف‌آلود و اندک تر بودند. رحیمی اکبر. در این مضافات کسی نیست که هم در دولت و حشمت و هم در کبر و غرور با او پاسنگ شده تواند. شاید یگان نفر بر رویش نیز هرگیز ندهیده باشد. آسان است مگر؟ میگویند که وی در رفتار و کردار عیناً به مانند پدرش. کسی اگر به چشمانش راست نگاه کند، خود همان لحظه چشم او را کنده به دستش میگیرد. حتی گپی رئیس کلخاز را به نیم جو نمیگیرد. از وجاهتش، از هر سخنش، از نشست و خیزش چنین برمی آید که گویا بدنش سنگ آسیا میگردد. آدم در نظرش بیش از پشه نیست. البته صاحب پول زیاد، مالش فراوان، به گفت مردم تنگه و طلا هم دارد.
بسیاری ها به یکدیگر گوشکی میکنند که از پدرش مانده است بیشترین قسمت دولت او. بنابراین فوکش در آسمان، نه خرد را خرد میداند نه کلان را کلان. عجب مخلوقه. شاید اصلا وی از بالای بایگری خود نمی پرد و طبیعتاً چنین باشد. رشاد که به هر حال در دل کینه ها دارد، احتمال رفتار و کردار رحیم اکبر را به دیگر چشم دیده خلاصه های باطل می برارد. دشوار است جواب یافتن. از بین یک پاس شب گذشته کلبه سنگین خیلی گرم شده بود. رشاد میان بندش را کشاده نیمتنه را به در نمود، تلپکش را اثر گرفت و کله تراشیدهش را یک دم خاریده و مالیده موقیانش را هم کشید. هر دو قبط پیتا برالوله کرده دورتر از جاگهش ماند. بعد پایهای چرکینش را به لب آتشدان برده چشم به گلخن دوخت که مهین شعله زده یک زل در می‌گرفت. سگ حالا دیگر نسرفیده آرام پینک می رفت. نظرش به علوی شکوفان و گوشش به غلغل طوفان. رشاد فکر کرد که هرچی باشد پارسال پس از 3-4 روزی وفات استالین در ایامی طولگیری وی توانست به چشم رحیم اکبر چون تیغ راست نگریسته به میان گپش لگد زند. سبب دلسیاهی یک بره مرده بود. آن بگاه از کدام گور ناگهان پیدا شده. چشمت در کجا؟ کوری مگر؟ گویان در دست تازیانه به طرف او عربده کرد رحیم اکبر. من کور نیستم، کور تویی. یک بار خون به سرش زده تیاق خود را به ضربه آماده ساخت رشاد. رحیم اکبر اول گویا شک شده لحظه لال ماند و چنان در حیرت بود که دست قمچیندارش به اختیار پایین فرامد. ها زبان برآورده ای کو؟ باز یک بار به من دوغ و درم کنی دیگر هنرم را هم میبینی. رشاد نیست اگرچه پیش در بدل چندین سال گپ‌های پست و بلندی رحیم اکبر را خاموش فرو میبرد، این دفعه تاب نآورده خودش هم نه کمتر از او در حیرت میموند که چه طور جسارت کرده تیاقش را با غضب فشرد. خیر آسوده باش، از گناهت گذاشتم. از کدام گناهم؟ خوشت در جایش آید بعد میفهمی. گناه و ثوابم را من کیها فهمیدم؟ نه نفهمیده ای. دلت که پر از کینه و کدورت است فهمیده هم نمیتوانی. آیا تو یگان بار خودت را در جای من تصور کرده ای؟ من کیستم و تو. حالا معلوم نیست که اصلا فرق ما در این دنیای گذران چقدر. وقت و ساعتش رسد حتما معلوم می شود. رحیم اکبر در جواب سخن او دیگر حرفی به زبان نآورد و با لبخند تمسخرآمیز روی تافته با شتاب به سوی اسبش رفت که در انتظار وی گردنک زده هر دم دهانه می خواهید. از آن گپ گذرانی با رشاد بیشتر از همه من کیستم و تو گفتنی رحیم اکبر تأثیر کرده بود، تا درجه ای که به خیالش حتی مغز استخوان‌هایش می‌سوخت. با وجود این وی در ضمیر دلش خرسندی داشت. آسان نیست آخر. ترس و هراس را فراموش نموده عاقبت بر روی دشمن خود دوید. پوپیسه او را به یک پل سیاه نگرفته به کر و فرش گویا توف کرد. و عجب که پس از آن واقعه رحیم اکبر غرورش را چندان نشان نمیداد. معاملش هم دیگر شد. رشاد اگر گپ زند با احتیاط و ملایم گپ میزد. سگ بی‌طاقت گردیده باز کنده کنده سرفید و 1-2 دقیقه به مثل کودکی تبش بلند رحم‌آور نالیده از نو آرام گرفت. بیچاره. آواز برآورده خود به خود گفت رشاد.
وی حالا باز در بالای پستک غل زده بود. بدنش در پیش گلخن کم کم عرق کرده، تخت پوشتش ناگهان سخت به خارش آمد و لحظه پس بتکی کش و روی شکمش هم گذشت. رشاد بی‌طاقت شد، پشت و پهلو زد و دست به زیر کرته‌اش برده اندیشید که این البته از چرک و چرب. قریب 1 ماه باز بطنش آب نگرفته است، صابون هم نیست. صابیر از دیه به خود آوردنی بود، اما بیدرک رفته او را علیحده کرد. کی می آمده باشد؟ خارشی بدنش بیشتر شده، رشاد از جای خیست. در تقدیری پیشانش بود است که سرما خورده، عذاب کشیده و همین طور و شبوشک جولیده یک سگی بی صاحب بر این میگردد او در کوهودش. در دنیا چی باید چی زندگی داشته باشد خدای کریم از روز ازل معین کرده است و هیچ کس نمیتواند از این حد قدمی بیرون گذارد. شوربخت بوده است رشاد، بنده بی بهره بوده است. تا جایی که دستش میرسید وی تخت پشتش را قرد خاریده تبعیدیل آرامی نیافت. نهایت کرته‌اش را کشیده چپه کرد. در مغز هر درز 10 شبوشک جنب و جول داشتند. ریشک و به حساب بود. تنی به قوتش از میان بالا اوریان، رشاد آنها را به آسانی گرفته حالا به آتش می افکند. در مدت سالهای دراز عادت که کرده است، زود یکتایی و دوتایی و حتی زیادتر می قبید. تخمین بعد از نیم ساعت وی کرتش را خوب از نظر گذراند. بریش که باقی مانده به اعتبار چشمش دیگر به شبوشک نفتیده، علل احتیاط آن را در بالای گلخن فرصتی افشان و از نه پوشیده میانش که نیز سخت به خارش می آمد بند ایزارش را کشاد. نیفه‌اش را چند بار پس و پیش برده باز خیلی شبوشک کپید. به قول خودش گوسفندان سفید پیاپی به کام آتش رفته هر دفعه قرص صدا می برآوردند و این صدا می فارید به گوشی رشاد. حتی بی اختیار می بالید وی. حقشان همین، مادامی که خون می خورند جوابش را نیز می دهند. بله، نمی ماند آنها را چقدر که باشند می کشد، خیر می کند. رشاد عاقبت کمی آرام گرفته رویش به گلخن در بالای پوستک باز دراز کشید. پس از لحظه دست یازانده کرپه را به پشت پایهایش پرتافت، ولی غنبش نمی برد. گویا که خواب دیدگان او را با تمام ترک کرده است. یادآور می‌شویم که شما قصه سنگ در بغل به طوفان نویسنده خلقی تاجیکستان ستار تورسون را از سلسله خوانش بدیعی شنیدید. انجام گفتار دوم، راوی قربانی صابیر، کار کارگردانی شیرعلی نغزلی.